میخوام توی 4 تا استپ بهت یاد بدم چجوری برای آزمون آیلتس آماده بشی. استپ اول آشنایی با ساختار آزمونه. پیش از هر چیزی باید بدونید که آزمون آیلتس چند تا سوال داره، نوع سوالاش، نحوه برگزاریش و قوانین و مقرراتش چجوریه. استپ دوم تمرین با نمونه سوالاست. بهتره تمرین هاتون رو با سوالهای آیلتسی جلو ببرید که هم با ساختار آشنایی بیشتری پیدا بکنید، هم بتونید نحوه پاسخگویی به سوالات و راه‌ها و تریک‌هاش رو یاد بگیرید. استپ سوم استفاده از منابع آموزشی آنلاینه. استپ چهارم شرکت در ماک تست ها یا همون آزمون های شبیه سازی شده است. بهتون پیشنهاد میکنم بعد از هر دوره یادگیریتون توی یک ماک تست شرکت بکنید تا نقاط ضعفتون و نقاط قوتتون رو پیدا بکنید. هر سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین یا در دایرکت با من در ارتباط باشین تا جایی که بتونم به همتون کمک میکنم. موفق باشید.